گاهی برای فهمیدن خودمون باید جرأت کنیم پا به جهانی بذاریم که هم کاملا آشناست و هم عمیقا ناشناخته. جهانی که توی اون رؤیاها حرف میزنن، اسطوره‌ها زندن و روان انسان چیزی خیلی فراتر از اون چیزی که در ابتدا به نظر میرسید. این روانشناسی تحلیلی یونگه و اگه کنجکاوید بدونید این سفر ما رو به کجا میبره، با من همراه باشید. سلام، من فرزادم و به اوروبروس خوش اومدید. گاهی تاریخ بشر رو میشه مثل نقشه هایی تصور کنیم که نسل های مختلف انسان ها برای کشف دنیای خودشون ترسیم کردن. نقشه هایی که حاشیه هاشون پر بود از هیولاهای ترسناک، اژدهاهای خطرناک و دریاهای ناشناخته. جاهایی که هنوز کسی جرأت نکرده بود پا بذاره و فقط انسانهای شجاع و کنجکاو بودند که تلاش کردند تا اونها رو کشف کنند. اما ماجراجویی های بزرگ بشر فقط به روی زمین و آسمان ها محدود نمیشه. بخشی از تاریخ بشر سفر به درونه، به سرزمین نادیده‌ای که از جهان بیرون به مراتب پیچیده تر و رازآلودتره. اوایل قرن 20 وقتی روسیه و آمریکا رقابت سنگین و شدیدی رو بر سر اینکه چه کسی اولین فضانورد خودش رو روی ماه بنشونه شروع کرده بودن، یه عده دیگه از کاوشگران و کاشفان بودند که جهت سفر خودشون رو به سمت داخل برگردوندن. فروید، آدلر و شاید کنجکاوتر، گستاختر و ماجراجوتر از همشون کارل گوستاو یونگ. یونگ از همون اول جهان روان انسان رو مثل قاره‌ای میدونست که باید کشفش بکنه. همونطور که کریستوف کلمب برای پا گذاشتن روی قاره آمریکا لحظه شماری میکرد، همونطور که آرمسترانگ قلبش برای پا گذاشتن روی سطح ماه میتپید، کارل گوستاو یونگ مشتاقانه مایل بود بدون روان انسان چه جور جاییه. کارل گوستاو یونگ فقط یک پزشک، روانپزشک یا روان درمانگر نبود، اون یک کاوشگر بود، کسی که با شجاعت بی‌نظیرش پا به اعماق ناخودآگاه ناشناخته انسان گذاشت و از اونجا برای ما نقشه ای را آورد، نقشه ای از روح انسان. این نقشه فقط توصیف نیست، پر از تصاویر اسطوره‌ای، نمادها، قهرمانها، سایه‌ها و نیروهایی که در همه فرهنگ‌ها و همه انسان‌ها مشترکند. نقشه یونگ یک چارچوب خشک علمی نیست، یه اثر هنریه، ترکیبی از شهود، تخیل خلاق، تجربه بالینی و سالها مطالعه دین، اسطوره و البته تاریخ. در این مجموعه همراه هم نقشه‌ای رو که کارل گوستاو یونگ از روان انسان برای ما به ارمغان آورد بررسی می‌کنیم. هر قسمت ما رو یک قدم از سطح دورتر می‌کنه و به اعماق روان انسان نزدیکتر. از خودآگاه تا ناخودآگاه، از سایه تا آنیما و آنیموس و از کهن الگوها تا فرایند فردیت. اگه اسم یونگ رو قبلا شنیدید ولی همیشه احساس کردید ورود به جهان اون سخت و پیچیده است، این مجموعه برای شماست. اگه همیشه در جستجوی معنا بودید، اگه به اسطوره، روان، نمادها و دنیای درونی انسانها علاقه‌مندید و اگه آماده اید همراه من سفری رو آغاز کنید که مقصدش خود واقعی ماست، از شما دعوت میکنم در این مسیر با من همراه باشید. سفری به ناشناخته ترین سرزمین دنیا، روح انسان.